به نظر اگه بخواین الان خیلی زوده برای انتخابات شورای شهر شروع به تبلیغات بکنین. حالا 2 سال وقت دارین. این مدت من شما چراغ خاموش باشید مردم من، تا مردم شما رو کم کم بشناسن، شما نم بینین مردم چه مشکلاتی دارن، تا انتخابات موقع ده شما دونین مردم چی خانن. الان بشین بازار من، الان بشین خیابان من، ورزشگاه من. همه تونیم پول جمع کنیم برای ساخت کتابخانه. تا اون مردم همه رو به عنوان دوستدار کتاب شناسنن. از اون طرف یه سری از مردم علاقمند نبنن به کتابخوانی. همه رو به عنوان دوستدار کتاب بشناسن خوبه، ولی مردم رو نخواهن به کتابخوانی علاقمند نکنین. چرا؟ کتاب و کتابخوانی ده فایده نداره که آقا. تمام دنیا گونن کتاب بخونین، کتاب فهم و شعور بینه، فرهنگ بینه. همه که فهم و شعوری ندیم از ایشون. یعنی قبلی کتاب خوندن هیچ تأثیری نداره. الان ده آدمی که کتاب خونه با آدمی که کتاب نخونه فرقی همدیگه رو همه ندانن. کتاب فرق ندارن که از نظر رفتاری که هیچ فرقی با هم ندارن. ایشان کتاب خوندن هم یا از روی عادته یا کتاب خوندن همه پوز بدین. کی بود تو جان؟ خودت نگاه بکن ده هیانن گونن همه ای کتاب بخوندیم ندانم الان اون یک کتاب تمن آگودیم پوز دادنه ده بس چیزه که آقا اصلا وابدی. آقا شوپنهاور شناسنی؟ خب آقای شوپنهاور چی گونه؟ گونه برای همه کتاب خونده دارن ولی هیچ کی فکر نکنه. نوت کتاب نخونین که جان، گونه کتاب خوانین فکرم بکنین. کتاب خوندن بدون تفکر فایده نداره ده. پس چشه همه تبلیغ بکنیم؟ تو رسته کنی قبول بکن ده. باشه ده حق با جنواله.